حاج آقا جان خودتی؟ این چه تریپ زاییه؟ چرا این ریختی شدی؟ بابا تو مجموعه تشخیص مصلحت و نظام که نیستم که. جهنم بابا اینجا دین آدم در میاد. تو چرا این ریختی شدی؟ همیشه این موقع خورخور دیگه بر بود و پفوف دمیه بر. خوابم نمیبره بابا اکبر. چرا؟ زیاد خوردی؟ نه بابا، این همه وعده دادم، این همه خالی بستم، این همه حرف زدم، حالا ولم نمیکنن که. آها گفتم که زیاد خوردی، منتها شکر اضافه. آخه کی به تو گفت این حرفا رو بزنی؟ پزمچه. ای بابا جان، جانم بابا جان، چیکار کنم آخه؟ مگه ندیدی میخواستن هر طور شده این رئیسی رو بکنن تو پاچمون؟ تو هم که نبودی. اگه اینا رو نمیگفتم چپاقمو چاق میکردن. آخه جوجو حد خودتو نگه دار، تو ناسلامتی دو ما بودی. بابا به من میگفتن فتنه اکمل، میگفتن خواص بی بصیرت. تو کی دیدی من به اعدام و زندان پیله کنم؟ حقیقتش یه قوری سر دستگیری فازا و مهدی زدم. سود زدی حسن، قبول کن. چاره ای نداشتم بابا اکبر، مجبور بودم، میفهمی؟ مجبور. حالا خوشحال باش، مهم اینه که زدیم پروپاکانی کردیم. زیاد به دل صابون نزن حسن. تو خودت هم میدونی که کسی واسه قیاف تو تره هم خود نمیکرد. اگه ترس از فتنه و شلوغی اوضاع نبود، سدلی این قضیه رو مهندسی میکرد و رئیسی رو میآورد. اون وقت من باز شب دادگاهت میومدم به خوابت. حسن اگه اونا سدلی رو زهر ترک نمیکردن، الان صحنه دیگه ای بود حسنی. از جهنم پاشدی اومدی به من سرکوفت بزنی؟ ناسلامتی تو پدر اعتدالی. این همه اشک ریختم من برای تو بابا اکبر، حالا بگو چه خاکی بریزم تو سرم؟ خاک پسته بریز، همین که هست. مگه نگفتین روزی 10 بار دست سدلی رو میبوسم؟ خب برو ببوس. تازه اولش هستن خودتو از دو طرف گذاشتی لای گیره، آب لنبو میشی پسر. ها 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 ها. اومدی ابرومونو درست کنی، چشمونم کور کردی بابا اکبر. الا برکت الله.